شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرحد مهمترین خبرهای روز. امام علی رحمان پیشوای ملت شد. سفیر سابق ایران در آسیای مرکزی جای مبارزه با تروریسم با اسلام مبارزه میبرند. در تاجیکستان باز زمین جنبید. بازداشت شهروند تاجیکستان با اتهام تهیه اسناد قلبکی در روسیه. پیشنهاد برق تاجیکستان به چین. تبدیل مسجد به اداره پلیس و کلوب کتابخانه در دوشنبه. یک فرمانده جهادی در افغانستان به عوض مواد مخدر از تاجیکستان سلاح میگیریم. مجلس نمایندگان قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را از روی عادت معمولی با یک آواز قبول کرده است. شکرجان ظهورов رئیس مجلس نمایندگان ضمن برآمدش لایحه قانون را تاریخی نامیده است و تاکید کرده است که اعتراف امام علی رحمان به حیث پیشوای ملت شرط و ضرور است و اختلاف با دموکراتیا ندارد. سید جعفر اسمانov رئیس حزب دموکرات و وکیل مجلس نمایندگان نیز عنوان پیشوای ملت امام علی رحمان را ضروری خوانده است. او گفته است که خود رئیس جمهور شخصا به این عنوان احتیاج نداشته، بلکه خلق برای سرجمی و متحدی در اطراف او به این امر نیاز دارد. خدمت‌های این شخص را مردم می‌دانند و قدر می‌کنند، ولی ما باید این شخصیت را از پرزیدنت دیده بالاتر قدر کنیم. این احتیاج مردم تاجیکستان است. این امکان می‌دهد که گروه‌های فرصت طلب به استقلال تاجیکستان خلل وارد کرده نتوانند. قبلا عبدالرحیم خالقزاده وکیل دیگر و رهبر سابق کمیته دین گفته بود این قانون با طلب مردم به بررسی کشیده شده است، اما کارشناسان معتقدند این قانون مثل چند قانون دیگر از طرف مجلس نمایندگان قبول شده به سرقانون کشور مخالف است. در فوروم ژورنالیستان کشورهای اسلامی که در مسکو با ابتکار گروه روسیه اسلامسکی میر جریان دارد، سفیر سابق ایران در تاجیکستان سید رسول موسوی از فشار بالای دینداران در کشورهای آسیای مرکزی با شدت تنقید کرده است. او گفته است بعضی از کشورهای آسیای مرکزی به جای مبارزه با افراطگرایی واقعی با اسلام مبارزه میبرند. چه ضرورت داشت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که تنها کارهای سازندگی میبرد و نمایندگانش سالهای طولانی در پارلمان کشور فعالیت داشتند بسته شود؟ مفتی فرانسه هم که در این کنفرانس شرکت داشته است، ابسوحال خبرنگار اسلام نیوز از ترکش‌های فرانسه کار دستی کیست پاسخ داده است. کار خدمات مخصوص کشورهایی است که با فرانسه و مسلمانان دشمنی دارند. بعضی از کشورهای آسیای مرکزی به جای مبارزه با افراطگرایی واقعی با اسلام مبارزه میبرند. چه ضرورت داشت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که تنها کارهای سازندگی میبرد و نمایندگانش سالهای طولانی در پارلمان کشور فعالیت داشتند بسته شود؟ شرکت کنندگان کنفرانس بر این هم تاکید کردند که او میتواند نه تنها در مبارزه با افراطگرایی کمک کنند، بلکه برعکس در پنجشنبه آن خواسته یا ناخواسته سهم گیرند. این کنفرانس قرار است 2 روز 8 و 9 دکبر ادامه کند. مرکز زلزله‌سنجی اروپا از زمین لرزه نوبتی در تاجیکستان خبر داد که تکان زمین ساعت 21:32 شامدی روز 8 دکبر به قید رسیده. شدت آن در مرکزش 318 کیلومتری شرق دوشنبه 4.4 بال بوده است. منبع میگوید این 14مین پس لرزه بعد از زمین لرزه روز 7 دکبر است که 7.5 بال را تشکیل داد. زلزله روز 7 دکبر در 357 کیلومتری جنوب و شرق دوشنبه به وقوع پیوسته. اقتدار آن در پایتخت 3-4 بال و مرکز آن 7-8 بال گفته شد. در پای آن 2 تن به هلاکت رسیده، 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. به اطلاع مقامات بدخشان، زلزله بیش از 600 منزل را پرراه خراب کرده، 100 بینای دیگر قسما ضرر دیدند. راهی طرف برتن در جهات‌های بالا امروز مکانیزم‌های پر اقتدار را روانه کردند. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان صادق خان جمشید تحت نظارت قطعی گرفتگی هستند. خودشان در همان موضع حضور دارند. کمیسیون حکومتی با رهبری اسرارov معاون رئیس ولایت و دوستعلی خدایارov سردار ستاد حالت‌های فوق‌العاده ولایت علاقه به نزد مردم رسیدند. اولین تدبیرها برای کوچاندن مردم علاقه آغاز گردیدند. به خاطر که در بعض جاها راه محکم هست، راه بند است، به همین خاطر مردم را تا آنجا که امکانیت است می آرند و در کجایی که امکانیت نیست پیاده گذرانده از این طرف ماشین ها را فرستادند. توسط ماشین ها به مرکز ناحیه روشان، به ناحیه شغنان و شهر قاروق انتقال میکنند.
کولی سرای جوان خطر ندارد. به موافق معلوماتی که ما از نوبتداران همون نقطه خبرگزاری کولی سرای گرفتیم، یگان خطر حاضرش به نیست خوشبختانه، لیکن به خاطر که خانه های همون ده های گرد و اطراف سرای بسیارترش به پررگی ویران شدگی هم، بعضی هاشون قسما ویران شدگی هستند، به خاطر که مردم به سرپناه ماندگی هستند. به همین خاطر اولین تدبیر آن است که باید همون مردم به سرپناه رو از آنجا حتما چاندن در کار، نه به خاطر یگان و خطر سرید، تنها به خاطر آنه که مردم به سرپناه ماندگی هستند. در فدراسیای روسیه 8 شهروند آسیای مرکزی را برای آماده کردن حجت‌های قلبکی دستگیر کردند. خبر داد وزارت امور داخلی روسیه. به اطلاع نهاد، شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان به تشکیل مهاجرت غیررسمی مشغول بودند. آنها در حدود روسیه حجت‌های قلبکی، پتنت، شهادتنامه رانندگی و شناسنامه را برای مهاجران آماده می‌کردند. تشکیل کننده این تجارت غیرقانونی شهروند 38 ساله ازبکستان گفته می‌شود که در کشورش برای فریبگری در کافتوکاف قرار داشته است. وودی روسیه میگوید پلیس الان تنها 8 اعضای این گروه را بازداشت کرده است. در پی سنجش معلوم گردیده همه حجت‌های آنها تقلبی است. آنها یک بنا را اجاره گرفته آن را چون دفتر کاری استفاده می‌بردند. به اطلاع منبع، پلیس از این اتاق حجت‌های قلبکی از جمله بلانک برای اسناد مهاجرت، مور و شتامپ، فاکس ایمیل‌ها و امضای شخصان منصبدار، کامپیوتر، یک مقدار مبلغ و دیگر تجهیزات پیدا کردند. با سپارش شهرداری دوشنبه محمد سعید عبیداللهیف، تمام مساجدی که در دوشنبه غیرقانونی بنیاد شدند یا به طلبات معماری و ساختمانی جوابگو نیستند تخریب کرده شوند یا در این انشاءات ناظران منطقوی ملیسه و امنیت، خدمات شبکه‌های گرم‌دهی، آتش نشانی و مرکزهای آموزش تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی و کمونیکاسیونی، مؤسسه‌های ورزشی، فرهنگی و فراغتی، معارف و تندرستی تبدیل داده شوند. تا امروز در صدها مسجد در کشور برای نمازگزاران با بهانه گوناگون بسته شدند و دهها مسجد تخریب شدند. این در حالی است که هیچ خانه استقامتی یا بناهای دیگری با سبب ساختمان غیرقانونی یا جوابگو نبودن به طلبات معماری و ساختمانی تخریب نشدند، در حالی که مقامات قدرت کشور و آژانسی ضد فساد سالانه دهها گزارش از تقسیم و فروش غیرقانونی زمین نشر می‌کنند. نمازگزاران مساجد که تخریب می‌شوند می‌گویند هیچ کس فکر آنها را پرسیده است که آیا میخواهند اینجا مسجد باشد یا کتابخانه و چایخانه. یکی از نمازگزاران در صحبت با خبرنگاران سامانه اظهار نگرانی کرد که اگر دولت اینقدر در غم کتابخانه مردم است، چرا گوشه مسجدشان را به کتابخانه تبدیل نداده است تا هم نمازگزاران کتاب خوانند هم کتاب دوستداران نماز. قانونهای کشور پیش بینی کردند در صورت نوشتن عریضه از طرف 10 نفر نمازگزار دولت موظف است جای برای ساختن مسجد جدا سازد. خودشان پیش راهی رشد اسلام را در تاجیکستان بگیرند و هر قدر کوشش کنند که صفی مکان عبادت مخصوصا مسجدها کم کرده شود. به این وجه اونها میخواهند که مردم اکثرا به مسجدهای بروند که لجام اون امامان اون مسجد در دست حکومتداران فعلی است. یعنی شما فکر کنید که اونها میخواهند که مردم نه در مسجدهای ساخته خودشان بلکه در مسجدهای بروند که حکومت در اونجا امامهای را تعیین کرده است که در خطبه و امر معروفشان بجز توصیف وصف حکومتداران، شادباش گفتن اونها، خوبی های اونها را بیان کردن، دیگر هیچ پند و نصیحتی برای جوانان وجود ندارد. اونها میخواهند که جوانان مردم ما به همون مسجدها بروند. خب اگر فعلا حکومت جمهوری تاجیکستان طرفدار این باشد که مرکزهای طبی زیاد شود، مرکزهای فراغتی زیاد شود، خیلی خوب، از بودجه دولت پول جدا کنند برای مردم مرکزهای فراغتی و مرکزهای طبی تشکیل کنند. پس چرا به مکانهای عبادتی که مردم از پول خودشان، از جیب خودشان آنها را ساختند، زحمت کشیدند، بنا کردند، در اونجا رفته غذای معنوی روحی میگیرند، اونها را قرار قبول میکنند که یا تخریب کرده شوند یا به مرکزهای فراغتی تبدیل داده شوند. دیگر مسئله این است که این فشارهایی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای مردم مسلمان تاجیکستان انجام میدهد، البته رشد افراطگرایی را در تاجیکستان زیاد میکند.
زیرا جوان تاجیک در تاجیکستان ریشش تراشیده شود، حجاب زنش گرفته شود، از مسجدی که با پول حلال خودش بنا کرده شده است محروم شود، تمام قانون‌هایی که تمام حقوق و آزادی‌هایی که سرقانون به او داده است محروم کرده شود، دیگر هیچ راهی را به جز فرار از کشور و پیوستن به گروه‌های افراطی دیگر راه حل برای خودش پیدا نمی‌کند و این کار را خود اونها به دست اونها مثل که جوان‌ها را سیقل به همون طرف می‌دهند. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان طرحی را به سرمایه‌گذاران پیشنهاد نموده است که انتقال برق تاجیکستان به چین را پیش بینی کرده است. موافق این طرح در نظر است یک خط 500 کیلوواتی با درازی 550 کیلومتر ساخته شود که قدرت انتقال 6 میلیارد کیلووات برق در سال را باشد. در نظر است برای بنیاد این طرح 160 میلیون دلار مصرف شود. این پیشنهاد در حال صورت گرفته است که مردم کشور 6 ماه در سال از برقی اذیت میکشند. وضع تامین عالی کشور با برق در 24 سال استقلالیت هر سال تنها بدتر می شود. ولی با وجود این مشکل تاجیکستان الان صادرات برق به افغانستان و قرقیزستان را راه اندازی کرده است. بزرگترین استعمال کننده برق در داخل کشور شرکت آلومین ریزی تالکو می باشد که گفته می شود حداقل 40% برق نیروگاه برقی نارک را مصرف می کند. نرخ فروش برق هم به این کشور کمترین است که 6 درم کیلووات گفته می شود، در حالی که نرخ برق به حوالی نزدیکی 12 درم کیلووات و به کارخانه دیگر صنعتی 27 درم کیلووات فروخته می شود. یک فرمانده گروه خرد جهادی در افغانستان به خبرگزاری BBC گفته است یراق‌هایی را که پیروانشان را با آن تامین کرده است به عوض مواد مخدر از تاجیکستان میگیرد. این فرمانده که از او مهراب‌الدین میاخیل نام برده شده است گفته است سلاح بر عوض مواد مخدر از تاجیکستان از طریق مرز قاچاق می شود، اما توسط چه کسی یا مقامی در تاجیکستان یراق دسترس می شود چیزی نگفته است. قبلا هم رسانه انگلیسی The Daily Beast با تکیه به منابعش در افغانستان خبر داده بود که 4 سربازی از طرف طالبان ربوده شده تاجیک به عوض یراق آزاد شدند. خبر دیگری هم در رسانه ها پخش شده بود که طالبان یراق‌های روسیه را که صاحبند اساساً از تاجیکستان دسترس می کنند، اما این که یراق‌ها از شهروندان تاجیک خریده می شود یا از خود روسیه توسط تاجیکستان انتقال می شود چیزی گفته نشده است. مقامات تاجیک هر دوی آن خبر را هم تکذیب کرده بودند، اما در مورد سخنان فرمانده مهراب‌الدین میاخیل راجع به عوض‌کنی یراق با مواد مخدر هنوز بیانیه نشر نشده است. رسانه‌های روسی هم پیوسته تاکید می‌کنند که مواد مخدر که به روسیه وارد می‌شود اساساً از افغانستان طریق تاجیکستان به آنجا می‌رود. بینندگان گرامی، این بود چه خبرهای مهم روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.